بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. قال الله تبارک و تعالی فی محکم کتابه الکریم براءة من الله و رسوله. از مقاتله و مبارزه و مجاهدت‌های رزمندگان اسلام گفتگو کنیم و گرامی بداریم هفته دفاع مقدس رو تا شاید شهدای عالی‌قدر، شهدای انقلاب اسلامی، شهدای دفاع مقدس از ما راضی و خوشنود باشند تا شایسته رهروی راه این شهدا رو داشته باشیم و از جمله سربازان حضرت ولی امر عجل الله تعالی فرجه. اما تنها سوره‌ای که در قرآن بدون بسم الله نازل شده سوره توبه است. سوره توبه که با این براءة من الله و رسوله شروع میشه. در فروع دین ما تولا و تبرا داریم، یعنی دوستی با دوستان خدا، دشمنی با دشمنان خدا. همچنان که ما بهره میبریم از محبت، رحمت و غفران پروردگار متعال، یعنی انرژی الهی به وسیله اسماء حسنای او در ما ایجاد میشه، همچنین گاهی لازمه از اسم غضب و عذاب و براءت او هم بهره ببریم برای قدرت و تجهیز و تهییج و مقابله و مقاتله در کارزار اسلام. این گونه است که مجاهد فی سبیل الله موفق و مؤید پروردگار متعال خواهد بود. من یکی دو تا خاطره از دوره دفاع مقدس از کنم برای شما عزیزان رزمنده پرور، مادران شهدا و مادران رزمندگان اسلام. در جبهه معنویت و محبت، غفران و لبخند و مهربانی موج میزن، یعنی تمام انسان‌های نکو و شایسته و مهربان از شهر گسیل شدن، اعزام شدن به یه منطقه‌ای به نام جبهه. یعنی فکر کن خوش اخلاق‌ترین، مهربان‌ترین مردمان که طاقت ناراحتی کسی رو ندارن، طاقت دوری از خانواده رو ندارن، اهل غضب نیستن، اهل قهر و ناراحتی نیستن، همه جمع شدن برای جهاد فی سبیل الله و تداوم نهضت عاشورای امام حسین. به ندای امام لبیک گفتن و اومدن جبهه. یعنی مهربون تر از اینها دیگه ما نداریم. مهربون یعنی اینکه توی فامیل، توی شهر، تو مسجد آدم‌های سربزیر، مهربان، بدون آزار و اذیت. الان خاطره شهدا رو ما از پدر مادراشون میشنویم، میگن این از بهترین های فامیل بود، این مهربان ترین فرزند ما بود. یعنی مهربون ها. ببین مهربون ها. خب این مهربانی به اعلی درجه رسیده و اینها توانستن خدای رحمان و رحیم رو درک کنن. اما برای مقاتله و مبارزه و جهاد لازمه پر از کینه، عداوت، غضب باشن در مقابل دشمنان خدا. اگر این در اینها ایجاد نشه
کم بیارن. در ولفجر 1 که عملیات‌های ولفجر که شروع شد، قرار شد که با 10 تا ولفجر تومار بعثی و متجاوز صدامی در هم پیچیده بشه. ولفجر مقدماتی، بعد ولفجر 1، ولفجر 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8 الی 10. منتها مسائل و مشکلاتی ایجاد شد و کمک کردن به صدام افلقی تا عملیات‌های دیگر، عملیات کربلا 1، 2 اینها هم اضافه شد. اما ولفجر مقدماتی و ولفجر 1 سخت‌ترین وضعیت رو رزمندگان داشتن که الان که هنوزه اگر شهید قمنا میارن از منطقه عملیاتی ولفجر مقدماتی و ولفجر 1 میارن. ولفجر 1 رو که من توفیق داشتم که همراه رزمندگان اسلام باشم سال 1361، یعنی آنچنان بود که پس از شب اول که رزمندگان توفیق فتح تپه و سرزمینی رو داشتن، ولی به محضی که به سنگرهای جدید رسیدن عراق اینا رو همه رو محاصره کرد. یعنی سریع پاتک قوی زد که عقبه به ما متصل نبود دیگه، نیروی جدید نمیتونست بیاد، آب و غذا اصلا و ابدا، تا اینطوری بیاد قیچی کنه و همه رو از بین ببره. 5 روز ما در این وضعیت سخت و اسفناک طاقت آوردیم. خب فکر کنید اونجا من دیدم با مثلا یه مقدار آب چگونه است که رفع تشنگی میکردن، با یه مثلا میوه‌ای چیزی یا خوراکی چگونه آذوقه رو تقسیم میکردن تا شاید اتصال به عقبه ایجاد بشه، فرجی و گشایشی. دیدن که ممکن نیست، لاجرم شبی رو رصد کردن که از غفلت دشمن بهره بگیرن و اونایی که زندن و به سلامت روی پای خودشون میتونن بدون بیان سریع عقب نشینی کنن. حتی ما مجاز به این نبودیم که شهدای خودمون رو بیاریم. این گونه شد ما شهدا رو جا گذاشتیم که وقتی که اومدیم 2 کوهه، اون مداحی سوزناک آهنگران که میگفت کو شهیدان ما، کو شهیدان ما، برای این موقع بود، کو شهیدان ما، کو شهیدان ما، که رزمندگان زار زار گریه میکردن. اما براءة من الله، این خشم و غضب چگونه کمک میکرد؟ ببینید، اولا مثلا اون شب اول که ما رسیدیم اون کانال هایی که فتح شده بود، حالا روز سپری شد شب، باید اون کانال رو نگهداری کنیم. بعد افراد 5 تا تقسیم شدن، یعنی این کانال مثل یک جوب، مثل همین جوب هایی که شما میبینید، یه مقدار گشادتر و عمیق‌تر. توجه کنید که اگر کسی روی زانو میشه توی اون کانال میتونست ببینه، یعنی اینقدر بلنداش اینقدره و عریض‌تر. این کانال هر 50 متری 5 نفر که این 5 نفر به نوبه بیدار باشن که اگر این عراقی‌ها میخوان بیان قیچی کنن اینا ببینن. بعد کسی دیگه نیست، پاسپخش نیستش که بیاد به نوبت سر ساعت بیدار کنه. مثلا این 4 نفر خوابن، یکی بیداره، بعد اون بیدار بعد از ساعتی باید نفر بعدی رو بیدار کنه، بعد اون نفر بعدی رو که این 5 ساعت از ساعت 12 شب تا 5 صبح سپری بشه. حالا نوبت من که شد، فکر کن بچه 3 نظری 1 شب بیخوابی نکشیده،
یک شب دور از خانواده نبوده، سردی و گرمی روزگار نچشیده، مثل بقیه امثال من هم بسیار بودن. فکر کن نوبت من 3 نصف شب رسیده و من بخوابم. من که بخوابم 50 متر از این و 50 متر از این و 100 متر اینجا نقطه کور میشه، دشمن راحت بیاد. برای همین باید اون گروه دیگه هم که اونجا بودن حواسشون به این نازنین باشه، مثل من که خوابش میبره. خب حالا این شبها این گونه سپری شد. همون شب اول که من پتو کشیدم که از سرما محفوظ باشم و در زمستون بود که خوابم ببره به نوبه خودم، بعد یه چیزایی بودش سفید و پر از مو. به هر حال من خوابیدم. صبح فهمیدیم که مخ اون عراقی ترکیده بوده، یعنی اینطوری بود، یعنی این پتو آغشته که از توی بین جنازه در بیاریم، بین تیکه شده این گونه بخوابیم، این گونه زندگی کنیم. خب این چند روز سپری شد. فکر کن صورتها انقدر کثیف آلوده، چون هر خمپاره‌ای که میزد، هر کسی که کشته میشد، این که حتی از یک جایی به جایی دیگه میخواستیم بریم، یهو دیدم که 6-7 نفر همینطوری سوخته، یعنی خمپاره‌های آتش‌زا و فسفوری زده بود، همه اینها آتش گرفته بودن، سوخته بودن، یعنی زغال لخته. در این وضعیت حالا فکر کن ماها میترسیم، ماها نگران میشیم، افسرده میشیم و اسم خودمون رو یادمون میره، روحیه‌مون رو میبازیم، ولی به ذکر پروردگار مجددا روحیه میگرفتیم. اما این براءت من المشرکین، این که گفتم خشم و غضب، در روز آخر خیلی دیگه همه پنچر بودن، همه افسرده و ناراحت و تا اینکه یک فرازی از زیارت عاشورا به یاد من اومد، به زبونم جاری شد. ولعن الله امة اسست اساس الظلم و جور علیکم اهل البیت. همین این که اصلا ببین، میگم اون موقع اون وضعیت بعد شما تانک هاشون می اومد، هر تانکی 10-15 تا همراهش می اومدن. خب بعد اینا مثلا بعد می اومدن، بچه‌ها تانک رو شکار میکردن، یا مثلا این کانال بود فکر کن، بعد بیرون از کانال جلوتر یه 40-50 متر جلوتر یه برآمدگی هایی بود، باید از ما کسانی میرفتن که جلوتر ببینن، شروع کنن شلیک کردن تا بقیه متوجه بشن که دارن میان. یه بار فرمانده من گفت پاشو برو اونجا. خب من دیدم اونجا یه کسی هست، من رفتم اونجا، دیدم که اونها تیر خورده به پیشونیشون، یعنی به نوبه که رفتن اونجا، این تک تیرانداز عراقی اینها رو شهید کرده بود. یعنی فکر کن یه بچه 17 ساله رفتم جایی که دیگه پیش رزمندان نیست، فاصله گرفتم یک جایی که مواجه شدم با کسی که شهید شده. این وضعیت. حالا این ولعن الله امة اسست اساس الظلم و الجور من رو برد تو کربلا، روحیه گرفتم و به همه روحیه دادم. یعنی احساس کردیم همینا الان امام حسین داره میجنگه، ابوالفضل علمدار در میمنه، امام حسین در میسره دارن میجنگن و ما قرار یاریشون کنیم. این گونه بود که رزمندگان احساس روحیه میکردن و در مقابل دشمن پایمردی و پایداری میکردن و پیروز میشدن. بعد شما فکر کن هر اعزامی پس از عملیات فکر میکردیم دیگه ما دیگه بر نمیگردیم. خیلی یعنی 021 میگفتن عود کرده، یعنی هوای مام میهن، وطن، پدر و مادر، دلمون تنگ شده، این همه عذاب، این همه گرفتاری، این همه ترس خمپاره بغلت بخوره. در یه جایی که ما تخریبچی بودیم، گونی پر از مین من داشتم، مینهای صنعتی، کیک و گوجه‌ای، مینهای کوچی. فکر کن 30 تا 40 تا مین تو کوله منه، تو گونیه
اگر خمپاره به من میخورد چیزی از من برای دوستان باقی نمیمون که برای پدر مادر برگردونن، که در یک جای حالت باطلاقی مانند بود. یعنی مأموری میتونست را بری، فشار میدادی میشکست میرفت داخل، اینطوری بودی، سفت بود ولی فشار میدادی زیرش مثل باطلاق بود. خمپاره 1.5 متر من افتاد و منفجر نشد. من زنده موندم ولی مرده بودم دیگه. چیزی ازم نمیمونه چیزی از انسان نمیمونه که بشره دیگه. بعد میگی که میرم دیگه بر نمیگردم، ولی باز برگشتیم. من 7-8 تا اعزام داشتم و چجوری برمیگشتیم؟ این معجزه پروردگار بود. انگار خدا ما رو میکشون. بله. خب شما نگاه کنید، براءة من المشرکین. توجه میکنید اگر این فرزند پر از مهر و عطوفت شما، این مهربان آدم، اگر مبارزه با دشمن رو حواسش نباشه، مرگ اگر نگه، هی میگی شاید میگی مرگ بر آمریکا، مرگ انرژی میده. اگر مرگ بر منافق نگی، ما در مقابل منافقین تسلیم میشدیم. کمیته های انقلاب اسلامی، پاسداران انقلاب اسلامی زحمت میکشن، دونه بدونه اینا تعقیب میکردن، خونه تیمینا رو میگرفتن، ولی مردم اگر مرگ بر منافقین نمیگفتن، پاسداران نتیجه نمیتونستن بگیرن. اگر اینکه امام رحمت الله علیه و این مقام معظم رهبری میفرماد مردم، خب شما میگی آقا تو جنگ 12 روزه ما چیکار کردیم؟ ما مرگ که گفتیم. اونی که شلیک میکرد به پشتیبانیش مرگ گفتنهای ما بود، مرگ بر اسرائیلیای ما بود، که اگر ما مرگ نمیگفتیم روحیه ما خراب میشد. اون رزمنده بدون پشتیبانی خب نمیتونست نتیجه بگیره. پس این شعارها و این مرگ گفتنها انسان رو به اعلی درجه میرسونه، قدرت میده. این همه آیات کریمه متعال با بسم الله شروع شده، الا یک آیه و سوره قرآن که به صورت نمونه میفرماد که ببینید همچنان که بسم الله و نام رحمان و رحیم پروردگار متعال معجزه میکنه، انرژی میده، حیات میده، همچنان مرگ گفتن هم موجب حیات و سرزندگی انسان هاست. انسان ها باید تواما با تولا و دوستی و مهربانی تبرا و دشمنی با دشمنان خدا رو هم داشته باشند. ما از امام راحل ممنون و متشکریم که ما رو ملحق کرد به کربلای امام حسین. ما از امام راحل و شهدا ممنون و متشکریم که ما رو برد به فضای حکومت علوی و ما رو طرفدار حضرت علی امیرالمؤمنین به صورت عینی و عملی وارد کردند. ما الان به خودمون میبالیم و افتخار میکنیم که امت رسول الله، شیعه امیرالمؤمنین و ادامه دهنده نهضت امام حسین هستیم، به خاطر این شعائر، به خاطر این آرمان‌هایی که امام فرمود و شهدا برش عمل کردند. روح علو درجات روح امام کبیر، رهبر کبیر انقلاب و شهدای عالی قدر شاد جهت درجی در ظهور حضرت حجت ابن حسن عسکری اجماع صلوات بلند ختم کنید.